به نام الله بخشاینده و مهربان. امروز خواستم درباره یکی از بهترین شخصیت ها با شما صحبت داشته باشم، درباره عمر فاروق. بله، همان عمری که به عباره امروزه اگر گیریم برابر به رهبران دولت و یا پرزیدنت است، یک تمام مسلمان ها را رهبری میکرد. یک روز عمر فاروق در بازار راه میگردد و یک نفر را میبیند که پای نفر دعا میکند و میگوید که یا الله مرا از کمترین ها بگردان، یا الله مرا از بندگانی که اندک هستند در قطار آنان بگردان. عمر فاروق میپرسد ای مرد، این چی دعا است؟ از کجا تو این را یافتی؟ و این مرد میگوید الله تعالی در کتاب خود فرموده است کمترین ها از بندگان من شکر گزارند. چون این معنی دارد. بعد شنیدن این سخنها عمر فاروق گریه می کند. وای بر من که مردم از من در دین فقیه ترند. یا با عباره دیگر، وای بر من که دانش مردم از من زیادتر، یعنی مردم داناتر است. و بعد از آن خودش نیز دعا می کند یا الله مرا از آن بندگانی اندکی بگردان. امروز ها باشد وقتی که نزدیکانت را یادآور می شوی، می گویی که شراب ننوش، قمار بازی نکن، زنا نکن، ریبا نگیر و به این مانند، و می گویی که الله چنین امر کرده است، بعضی چیز در حد حرام است و بعضی دیگر گناه است، پرهیز بکن. در جواب به تو می گویند بیشترین ها می کنند کو، یا می گویند بسیاری ها می کنند، یعنی آن همان بیشترین ها می شود. چرا من نکنم؟ چون این جواب را ما بارها می شنویم. اما در قرآن کریم در این موضوع الله که یادرس شده است درباره بیشترین ها، ولی بیشتری مردم نمی دانند. ولی بیشتری مردم شکر نعمت به جای نمی آورند. ولی بیشتری مردم ایمان نمی آورند. ولیکن بیشترینشان جاهلند، یعنی نادانند. بیشترینشان چیزی از حق نمی دانند و از آن روی می گردانند. و از آنان نباشید که گفتند شنیدیم، در حالی که نمی شنوند. یکی از عالمان ابن قیم گفته است در راه حق برو و از تنهایی خود اندوهگین نباش، زیرا کمترین ها در این راه در حق هستند. از راه خطا احتیاط شو و زیاد و یا بزرگ بودنی بیشترین ها تو را نفریبد. دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی ما را نیز از آن بندگان بگرداند که اندکی هستند. امین. تا بخوری های دیگر خانه آباد باشد.